شاید کف کنی ولی ژاپن به ایران پول میده که این دریاچه خشک نشه. خیلی عجیبه ها. ژاپن در طی سالهای گذشته میلیون ها دلار برای احیای دریاچه ارومیه کمک کرده. خیلی جالبه ولی جز ژاپن 10 کشور دیگه از جمله آمریکا، استرالیا، روسیه، فرانسه و آلمان هم برای احیای دریاچه یا امکانات میدادن یا تجربیات انتقال دادن که فقط این دریاچه خشک نشه. حتی پراتون بریزه که دیکاپریو در یه پست اینستاگرامی 9 سال پیش برای دریاچه ارومیه ابراز نگرانی کرد و خواهان راه اندازی کمپین شد. ولی چرا؟ چون خشک شدن این دریاچه علاوه بر این که میتونه توی زندگی میلیون ها انسان تأثیر منفی بذاره، زیستگاه گونه‌های جانوری زیادی از جمله میگوی معروف به آرتمیاس که بزرگترین زیستگاهش دریاچه ارومیه بود و توی صنعت پرورش ماهی هم یه غذای مفیده. ولی خب با تمام این کمک ها ما چه کردیم؟ جز این که هی سد زدیم، آب غیر مجاز استخراج کردیم، وسط دریاچه پل زدیم، صنایع پر آب را انداختیم. حالا به نظرتون چه جوابی واسه نسل بعدی دارید؟ یا داریم اصلا؟ شاید کف کنی ولی ژاپن به ایران پول میده که این دریاچه خشک نشه. خیلی عجیبه ها. ژاپن در طی سالهای گذشته میلیون ها دلار برای احیای دریاچه ارومیه کمک کرده. خیلی جالبه ولی جز ژاپن 10 کشور دیگه از جمله آمریکا، استرالیا، روسیه، فرانسه و آلمان هم برای احیای دریاچه یا امکانات میدادن یا تجربیات انتقال دادن که فقط این دریاچه خشک نشه. حتی پراتون بریزه که دیکاپریو در یه پست اینستاگرامی 9 سال پیش برای دریاچه ارومیه ابراز نگرانی کرد و خواهان راه اندازی کمپین شد. ولی چرا؟ چون خشک شدن این دریاچه علاوه بر این که میتونه توی زندگی میلیون ها انسان تأثیر منفی بذاره، زیستگاه گونه‌های جانوری زیادی از جمله میگوی معروف به آرتمیاس که بزرگترین زیستگاهش دریاچه ارومیه بود و توی صنعت پرورش ماهی هم یه غذای مفیده. ولی خب با تمام این کمک ها ما چه کردیم؟ جز این که هی سد زدیم، آب غیر مجاز استخراج کردیم، وسط دریاچه پل زدیم، صنایع پر آب را انداختیم. حالا به نظرتون چه جوابی واسه نسل بعدی دارید؟ یا داریم اصلا؟